میدونستی رضا شاه حتی ساعت آب خوردنش هم مشخص بود؟ اگر برنامه روزانه‌شو بشنوی حتما تعجب میکنی. میگن رضا شاه زندگی فوق‌العاده منظمی داشته، اونقدر منظم که حتی آب خوردن و چای نوشیدنش هم سر ساعت انجام میشد. هر روز حدود ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشد و قبل از طلوع آفتاب به پادگان‌ها و مراکز نظامی سر میزد. بعد از اون صبحانه میخورد، با مسئولان و فرماندهان ارتش جلسه داشت و بعد هم وزیرها یکی یکی برای گزارش دادن پیشش می اومدن. ظهری نهار خیلی ساده میخورد، کمی استراحت میکرد و دوباره تا عصر مشغول رسیدگی به کارهای کشور میشد. شب هم چند دست تخت نرد بازی میکرد و ساعت 9 شب میخوابید. نویسنده این گزارش ادعا میکنه که این برنامه تقریباً 20 سال بدون تغییر ادامه داشته. برنامه‌ای که نشون میده نظم و انضباط بخش مهمی از سبک زندگی رضا شاه بوده. این روایت از مجله خواندنی‌ها مربوط به مهر ماه 1323 هست، یعنی زمانی که رضا شاه دیگه از سلطنت کنار رفته. حالا به نظر شما این روایت چقدر به واقعیت زندگی رضا شاه نزدیکه؟